والا آقا پسر ما سردار ابوکانی خیلی با حیا بود، خیلی خیلی. از همون بچگی به امام علاقه داشت، بهش میگفت گاندارف. بعضی اوقات به ما فوش ناموسی میداد، میگفتیم با کی بودی؟ میگفت با استکبار جهانی، تا اینکه به فرمان مقام عظما رفت سوریه مرد. خیلی خیلی میامد در مغازه، میگفتیم آمدی کار کنی؟ خیلی بچه با خدا با حیا و اینا، خیلی اهل پول و اینا که حسن نبود. میگفت اومدم کار کنم، که چشم برمیگردوندی میدیدی دخل زده میرفت 2-3 ماه اصلا پیداش نبود. بعد که دیگه خبر می آوردن، آج خانم خود شاهد هست دیگه، خبر می آوردن که رفته جبهه مهمات میدزده میفروشه. خیلی خیلی با خدا و با حیا و اینا بود. با سردار سلامی میرفتن کردستان، سیگار و آدانس می آوردن اینور. خیلی به جنگ علاقه داشت، چند تا از این بچه های محل همینجوری به کشتن داد، خودش هم که خیلی خیلی. آره خیلی، مثلا هر کدوم از این بچه های همسایه که ما ازشان ناراحت بودیم، این بچه ها رو میبرد سربنیز میکرد. خیلی خیلی علاقه داشت به این که آج آقا، مگفت مادر، مگفتم جان، به ما آج آقا میگفت یوگی و دوستان، مگفتم ای خدا الهی نکشتت. خیلی بامزه بود، خیلی خیلی. نخندین آج آقا، اینا همه واقعیته، خوب نیست، روحش آزرده میشه. خیلی خیلی. عکس بروسلی این برای اتاقش، عکس امامم اون برای اتاقش زده بود. سر بروسلی رو با سر امام عوض کرده بود. انقدر خنده‌دار خیلی با امام شوخی داشت، خیلی. بعد شبای جمعه بود، دوستاش جمع میکرد تو خونه، دوب دوستیسی را مینداخت که قاطی و پاتی. میگفتم ننجان دوستات آوردی چه کار میکنین آخه؟ بعد میگفت مادر جان عکس امام رو بهشان نشان میدم. خیلی خیلی با حیا و اینا بود. یه روز میخواستن اینا رو ببرن باغ بش، گفت بابا، گفتم جان، گفت بابا بریم مدرسه صحبت کنین، ما رو نبرن باغ بش، ببرن خدمت امام. اینو چه فایده داره که برده بودنش جماران؟ یادم 1-2-3 ماهی هم گم بود، اصلا پیداش نبود. یک روز دیدیم یک پیکان آمد سر کوچه، یک کیسه هم سرش کشیده بودن، با لگد از این پیکان انداختنش پایین. گفتم چه کار کرده بچه؟ گفتن رفته امام رو گاز گرفته، از اون بالا سکو جماران انداختنش پایین. بعد بهش گفته بودن چرا این کار کردی؟ گفت خدمت امام رسیدم. اینجور علاقه داشت به امام، خیلی بچه، خیلی. آخرم خبر آوردن تو سوریه یه سرنگ تو دستش بوده که منفجرش کردن، دیگه اصلا هیچی ازش نمانده. ولی خب خودش خیلی به سرقت اتومبیل علاقه داشت. زانتیا، بی ام و، بنز، اینا اصلا براش مطرح نبود که چی باشه. سریع مرسید وام کرد مپرید میرفت دیگه. خیلی هم با حیا بود آقا. فوشای جالبی هم یاد داشت. با یکی از دوستای بچگیش دعوا شد، یک فوشایی بهش میداد که آدم شاخ در می آورد که این بچه از کجا یاد گرفته. ببینید تا کجا علاقه داشته. خیلی خیلی. بهش میگفتم مادر یه شغل ثابتی برای خودت بگیر. میگفت امام جمعه تهران بعد 30 سال هنوز موقته. بعد تو به من میگی یه شغل ثابت داشته باشم؟ خیلی نماز جمعه بود، خیلی با حیا بود، اصلا اهل پولمول و اینا اصلا نبود بچم. یه بار به پسرم گفتم خواب دیدم که آقا وقاب و عظما دیگه داره راحل میشه، یه پاشویی دنیاست یه پاشو دنیا. تعبیر این خواب چیه؟ به پسرم گفتم تعبیر این خواب چیه؟ گفت تعبیر نداره، همین که شلوارش پاره نشده برو خدا رو شکر کن. خیلی خیلی با حیا بود، خیلی به مقام عظما علاقه داشت، خیلی خیلی با حیا با خدا، خیلی خیلی. حاج خانم بداره، خیلی 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 خیلی.